سوویت و حکومت پر اقتدار و صلح دوست سوویتی به خلق قهرمان و ایجادکار سوویتی بنابر مهربانی های پی در پی و من نشان داده اشان تشکر صمیمانه به اندازه و منتداری به پایان خود را عرض نمایم. رفیقان قدردان، چنان که پدر ادبیات سوویتی استاد الکسی مکسیمویچ گورکی در یوبیلی 40 سالگی فعالیت ادبی خود گفته بود، در دنیا هیچ دولت و خلق نیست که مانند دولت و خلق سوویتی اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. مثال این گفته های گورکی بزرگ در شخص من باز هم روشنتر نمایان است. من که از 75 ساله عمر تا حال به سر برده خود 40 سالش را در زمان فئودالی و امیری تاریک گذرانیده، تنها در دوران سوویتی چشم گشاده روز روشن را دیده تربیت یافته خدمت عاجزانه کردم، از طرف پارتیا، حکومت و خلق این همه حرمت‌ها، غمخواری‌ها و مهربانی‌های پی در پی بی اندازه دیدم و دیده ایستادم. رفیقان مهربان، من این همه مهربانی و قدرشناسی های پارتیا، حکومت و خلق را از نام ادبیات سوویتی تاجیک که یک قسم جدا نشونده ادبیات سوویتی عالم شمول است قبول نموده، امیدوارم که در ادای شکران و منتداری عملی این غمخواری ها و احترام ها کلکتیف نویسندگان، شاعران و ادبیات شناسان سوویتی تاجیکستان و من یاری دهند، یعنی ادبیات سوویتی تاجیک را در قطار ادبیات سوویتی برادران اتفاق سوویتی به درجه که پارتیا، حکومت، خلق و دوره از سوسیالیسم و کمونیسم گذشتن طلب می کند بند بردارند. شخصا خودم به پیری و بیماری پی در پی خود نگاه نکرده وعده می دهم که تا زنده ام و به قدری که می توانم در ادای این وظیفه مقدس خدمت می کنم و چنان که یکی از شاعران کلاسیک تاجیک کمال خوجندی گفته است: تا هست ز جانم رمق کار من این است. رفیقان عزیز، رخصت دهید در آخر سخن خود به رهبریت پارتیا و حکومت سوویتی تاجیکستان که در حق من بیواسطه به عمل آورنده مهربانی ها و غمخوری های پارتیای بزرگ کمونیستی اتفاق سوویتی و حکومت پر اقتدار سوویتی می باشند تشکر صمیمانه خود را عرض نمایم. این چنین به رفیقانی که در این مجلس بیواسطه اشتراک دارند و مهمانان عزیز که از ریسپوبلیکاهای سوویتی برادری قدم رنجه کرده به اینجا آمدند و مخصوصا به نمایندگان نویسندگان سوویتی خلق بزرگ روس که به تربیت و تکامل من یاری نمایان رساندن منتداری به پایان خود را اظهار میکنم. زنده باد پارتیای کمونیستی، زنده باد حکومت توانا و صلح دوست اتفاق سوویتی، زنده باد وطن گلگل شکفته ایستاده سوویتی امان، زنده باد خلق ایجادکار و قهرمان سوویتی.